بچه‌ها، حسین میزینگ هستم. خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو در اصل ویدیوی یک روز زندگی با منه، ولی در اصل 2 روز زندگی با منه، چون از پنجشنبه است و قرار جمعه با هم باشیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا اینجا هم دارن خونه میسازن، کل صداشون داره میاد اینجا. ایول، امیدوارم که صدام بیاد واقعا. آره دیگه، قراره بریم ببینیم که امروز چه اتفاقی قراره بیفته و فردا، و بریم که بهتره کنیم دیگه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بدون مطلب بزنید بریم سراغ ویدیو. الان خونه مامان بزرگم مینا هستم، خونه مامان بزرگم هستم و نزدیک دریاچه چیتگره. همین میخوام برم اونجا بدوم یکم. واقعا خیلی وقت نیست، نه واقعا، ولی خب من چون خیلی دویدن دوست دارم دیگه میخوام برم. شما هم سعی کنید هر روز اون روزایی که تعطیلید برید بدوید. واقعا جدی میگم اینو که خیلی انرژی زیادی میگیرید بعد از اینکه میدوید و میاد. حتی شده ساعت مثلا دیر خوابیدی، شب مثلا ساعت 2 خوابیدی، اینا ساعت 11 بیدار شو برو بدو. واقعا خیلی تاثیر داره تو روزت، واقعا روزتو میسازه و پر انرژی میشه تو بقیه روزت. حالا آره دیگه، خلاصه قراره بریم الان بدویم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. بدون معطلی بزنید بریم. خب بچه‌ها، ما رسیدیم، بریم که دور رو داشته باشیم. اینجا فکر کنم دورش 7 کیلومتر اگه اشتباه نکنم. سعی میکنم که هر 1 کیلومتر واسهتون بگیرم و نشون بدم دیگه دور اطرافو. بریم ببینیم چی میشه. بچه‌ها کیلومتر دورم زدیم، 2 کیلومتر الان دویدیم، اوکی بوده واقعا. بریم واسه 1 کیلومتر بعدی. بچه‌ها 3 کیلومتر هم زدیم، بریم واسه کیلومتر 4. بچه‌ها ما دویدنم تمام شد. من ازش فکر می‌کردم اونجوری که تو گوگل خونده بودم زده اینجا 7 کیلومتر دورش، ولی الان دویدم زده 4 کیلومتر و 80 دویدی. حالا به هر حال تمام شد. اینم اینجاست، نوشته که 41 دقیقه طول کشید، 303 کیلو کالری سوزوندم، 5329 تا قدم برداشتم. حالا بریم ببینیم دیگه در ادامه روز چه اتفاقی خواهد افتاد. بچه‌ها من صبحانه خوردم، الان تقریبا ساعت 10 ایناست. یک ساعت دیگه کلاس زبان دارم. فعلا توی این تایم فکر کنم احتمالاً یکم از مشقای مدرسه‌مو انجام بدم، بعدم یکم بشینم ویدیو ببینم. فعلا یکم حس نوشتن مشق ندارم، ولی خب میخوام امروز تموم کنم مشقامو که فردا یه جمعه است دیگه هیچ کاری نداشته باشم، ولی الان واقعا حسش نیست. حالا نمیدونم، شاید انجام بدم مشقامو، شاید هم بشینم ویدیو ببینم، نمیدونم. حالا خلاصه که ساعت 10 و بریم ببینیم که بقیه روز چیکارا خواهیم کرد. خب بچه‌ها الان ساعت نزدیکای 12:30 و من کلاس زبانم تموم شد و الان کاری که میخوام بکنم که بشینم یکم ویدیو اینا ببینم که چه خبره و اینا، و بعدش هم احتمالا میشینم و مشق‌های شنبه‌مو انجام میدم و ببینیم که ادامه روز چطور بخواد. یه چرت ریزی هم زدم، خیلی خوابم میومد واقعا. یه چرت ریزی هم زدم و اینا. الان یکم ویدیو ببینم بعدش ببینم که چیکار خواهم کرد. الان بریم ویدیو رو ببینیم بعد ببینیم چی میشه. خب بچه‌ها ما مشقمونم نوشتیم، تموم شد همش. الان کاری که میخوام کنم اینه که ویدیوهایی که باید ادیت کنم و بریزم تو گوشیم، چون من با گوشی ادیت میکنم. راست اینم بهتون بگم جدیدن من یه سیستمی بالاخره تونستم جور کنم و احتمالاً از 4-5 ماه آینده بعد کیفیت ادیت ویدیوها خیلی بهتر خواهد شد، چون که میخوام پریمیر یاد بگیرم و
تنها مشکلش الان اینه که اون سیستمی که پیدا کردم خراب شده، هاردش به مشکل خورده. حالا داریم درستش می‌کنیم و اینا، باید هارد بخرم واسش درست بشه و که درست بشه بعد پریمیر و اینا رو بریزم و دیگه یاد بگیرم دیگه چجوریه. بعد احتمالاً که 100% بازی‌های کامپیوتری هم واسهتون خواهم گذاشت 100% و از این بعد قراره کارهای خفنی انجام بدیم. الان هم بریم اون ویدیو رو بریزیم تو گوشیمون ببینیم که بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد. خب بچه‌ها ما ویدیو رو هم ریختیم. الان کاری که میخوام کنم که بخوابم و بریم ببینیم که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. برنامه‌های بیشتری داشتم واسه امروز ولی یکم تنبلی کردم و انجامشون ندادم و واقعا ناراحتم از اینکه انجامشون ندادم اگه بخوام صادق باشم باهاتون. ولی حالا اشکالی نداره، فردا هست، فردا کلی کار انجام میدیم. الان بریم بخوابیم بعد ببینیم که فردا چی میشه. تا فردا فعلا خداحافظ. صبحتون بخیر بچهای عزیز. مثل جمعه، الان امروز جمعه است و یکم دیرتر من پا شدم. دیروز ساعت 7 پا شدم، امروز ساعت 9:30 پا شدم. مثلا من گفتم دیره بخوام برم دریاچه بدوام، همین اومدم تو محوطه که هست توی خونم بزرگم بدوام. بریم بدویم بعد ببینیم که چی میشه. بزنید بریم سراغ دویدن. بچه‌ها ما اومدیم ایران مال